دوستای عزیز، بخش سوم سوالات مربوط به اختصار کسرها را کار میکنیم. سوال اول است. داریم کسر 315 بر 672. خب میبینیم صورت کسر یک عدد طاق است، پس به دو پوره قابل تقسیم یا اختصار نیست. میبینیم به 3. خب قابلیت تقسیم بر 3 را گفتیم که مجموع ارقام یک عدد باید به 3 پوره قابل تقسیم باشه. دیگه یکی، ما اگه بخوایم کسرها را بسیار به سادگی اختصار کرده بتونیم، در ابتدا باید ما قابلیت تقسیم اعداد را بسیار خوب بفهمیم یا به خاطر داشته باشیم. در اون صورت ما میتونیم بسیار به راحتی کسرها را اختصار کنیم. خب میبینیم سوال خود صورت کسر است. 315 مجموع ارقامش جمع میکنیم. 3 1 5 است، میشه 3 جمع 1 4، 4 جمع 5 9. به 3 پوره قابل تقسیم است. مخرج میبینیم 6 7 13. 13 جمع 2 15. 15 هم به 3 پوره قابل تقسیم است. پس کسر صورت و مخرجش به عدد 3 پوره قابل تقسیم است. پس تقسیمش میکنیم یا اختصار میکنیم. خب به 3 میگیریم یک دفعه، یک است، به 3 پوره قابل تقسیم نیست. بالا صفر نوشته میکنیم. دو خانه رو در نظر میگیریم. 15 5 بار به 3 تقسیم میشه. 315 به 3 تقسیم شد یا اختصار شد 105 بار. خب 672 رو میبینیم به 6 به 3 دو دفعه تقسیم میشه. 7 دو دفعه، عدد یک میمونه. عدد یک پولی عدد دو قرار میتیم، میشه 12. 12 رو به 3 تقسیم میکنیم 4. عدد 672 رو به 3 تقسیم کنیم 224. خب نوشته میکنیم حاصلش 105 بر 224. خب این حال این عدد به کدام عدد پوره قابل تقسیم است؟ صورت و مخرجش میبینیم 105 بر 224. خب به دو پوره قابل تقسیم نیست، میفهمیم صورت یک عدد طاق است. به 3 میبینیم 1 جمع 5 میشه 6. صورت به 3 پوره قابل تقسیم است، اما مخرج ارقامش جمع میکنیم. 2 جمع 2 4، 4 جمع 4 8. مخرج به 3 پوره قابل تقسیم نیست. دیگه به کدام عدد؟ به 5 هم قابل اختصار نیست، به خاطر که مخرج کسر به 5 قابل اختصار نیست. پس به 7 میبینیم. 7 صورت به 7 اختصار کنیم، میشه 1 7. 3 موند، پولوی عدد 5 قرار میتیم 35. 5 7 35. مخرج کسر میبینیم 3 7 21. 1 موند، پولوی 4 قرار میتیم 14. 2 7 14. خب پس به 7 قابل اختصار بوده. نوشته میکنیم حاصل 15 بر 32. 15 بر 32 دیگه به کدام عدد قابل اختصار نیست، پس به می حالت قرار میتیم یا میگذاریمش. سوال بعدی رو میبینیم. 708 بر 942. اول در ابتدا به دو اختصارش میکنیم. خب شکل ساده تره بگیره، میشه 7 به 2 3 دفعه 3 2 6. 1 موند، پولی صفر قرار میتیم 10. 5 2 10. 8 است، به 2 4 دفعه. خب مخرج هم به 2 تقسیم میکنیم، میشه 4 2 8. 1 موند، پولوی عدد 4 قرار میتیم 14. 7 و 14. 1 2 2 شد 471. حاصل نوشته کنیم 354 بر 471. خب میبینیم دیگه کدام عدد قابل اختصار است. صورت است 354 مجموع ارقامش جمع میکنیم. 3 جمع 5 8. 8 جمع 4 12. پس این پوره قابل تقسیم است. صورت مخرج هم میبینیم 4 جمع 7 11. 11 جمع 1 12. پس به 3 اختصار میکنیم. 1 3 1 3 شد. از 5 به 3 تقسیم کردیم. خب یک بار رسید 2 ماند. 2 را پولوی عدد 4 قرار میتیم، میشه 24. 8 3 24. خب 1 3. 1 ماند، پولوی عدد 7 قرار میتیم، 17 میشه. 5 3 15. باز 2 ماند، پولوی 1 قرار میتیم 21. 7 3 21. خب حاصل چی شد؟ 118 بر 157. خب میبینیم باز به 3 در نظر میگیریم. 1 جمع 1 2 میشه، جمع 8 10. به 3 قابل اختصار نیست. خب دیگه میبینیم به کدام عدد. به 7 اگه در نظر بگیریم، 1 7 4 مون 48 نمیشه. خب
دیگه به کدام عدد ما اختصار کردن میتونیم. خب پس نوشته میکنیم 118 بر 157. دیگه این کسر قابل اختصار نیست، پس به می حالت قرار میتیم. نتیجه شد 118 بر 157.